چند تا نشانی علما گفتن. انسان‌های خوشبخت، انسان‌های بدبخت در وقت جان دادن از کجا بفهمید؟ چند تا نشانی گفته. نشانی یادتان باشه جوانای عزیز. یکی از نشانی‌هاش پیشانیش عرق میکنه. یادت کلتون باشه در وقت جان دادن اونهایی که خوشبختن، اونهایی که نیکبختن، علما نشانه‌هایش بیان کرده. در حدیث میآید مؤمن یموت بعرق الجبین، المؤمن یموت بعرق الجبین. مؤمن وقتی میمیرد به عرق جبین میمیرد، یه عرق در پیشانیش پیدا میشه. این علامه و نشانی انسان‌های خوشبخت است. علامه قرطبی رحمت الله علیه میگه دیگه نشانی چمیست که از بینی‌هایش آب میآید، دیگه نشانی چمیست که از چشمایش آب میآید. این رحمت پروردگار است و این علامه یک انسان خوشبخت و نیکبخت است و او زبانش بسیار با آسانی به کلمه جاری میشه. و انسان‌های بدبخت خداوند ما شما را از اونها نگردانه. ای عزیزای ما به خدا سخت است. این تو سخت است در یک سفری که تنها میری، خیلی خطرناک سفر، تنها میری، بسیار با سختی میری. اینجا خیلی سخت است. آرزو بکنیم که خدایا در وقت جان دادن ما را از خوشبختان بگردان، ما را از نیکبختان بگردان، نه از بدبختان. انسان‌های بدبخت علامه شمیست که میگه یه خورخور از گلونش بیرون میشه، مثل که کسی را خفه کرده باشه، خفقان میگیریشه، آوازی که گویا کسی را خفه کرده باشه، اما تو یک آواز از گلونش بیرون میشه. امام قرطبی رحمت الله علیه میفرماید، میگه دوم علامه شمیست که دهنش کف میکنه. این از علامه بدبختان است، دهنش کف میکنه. سوم چهرهش سیاه میشه. چهره سفید داشت. وقتی در وقت جان دادن یک غسال قسم میکرد، این در مجلات عربی هم به چاپ رسیده، میگه من مرده را میشستم، این میت را آوردن، وقتی داخل غسل خانه ما که رفتیم صندوق بالا کردیم، چنان بوی متعفن و چنان بویی که ما تحمل همین جا ماندن رو نداشتیم. ما چندین ماکس روی هم پوشیدیم ولی نشد جلوی ای بوی رو بگیریم. میگه عطر زدیم پیش دماغ ما، باز هم جلوی ای بوی گرفته نشد. میگه چهره میت را که او کفن یک سرش کشیده بود، کفن را دور کردیم، دیدیم که چهرهش کاملا سیاه شده. این علامه و نشانه انسان‌های بدبخت است. بعد از اینکه ما این را غسل دادیم، بسیار میگه چندین مرتبه این را غسل دادیم، از طریق سنت هم بالاتر، به خاطر که بتوانیم امی بوی دفع بکنیم، ولی نشد. این بوی دفع نشد. بعد از اینکه کفن کردیم، این بوی بدش آنقدر میگه فضا را مکدر کرده بود که در جنازش کسی نزدیک آمده نمیتونست نمازش بخونه. میگه بعد از دفنش رفتیم از خانوادهش پرسان کردیم که چی مشکل داشت؟ گفت مشکلش این بود که بی نماز بود، این نماز نمیخواد. ما سلککم فی سقر، از جهنمی ها پرسیده میشه شما داخل جهنم چی میکنین؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخواندیم. یکی بی نماز است، یکی بد نماز است، یک کسی هست که غافل از نماز است. کسی نماز نمیخواند، این خب بسیار خطرناک است. هیچ گناهی بزرگتر و عظیمتر از این است که یک انسان نماز نخواند. یکی بد نماز است، نماز میخوانه نماز یاد نداره و به دنبالش هم نمیگرده که یاد بگیره، نه رکوع درست داره، نه سجده درست داره، نه قومی درست داره، نه قرائت درست داره و به دنبالش هم نمیگرده که یاد بگیره. یکی غافل از نماز است، نماز میخوانه به وقتش نمیخوانه، به جماعت نمیخوانه. قرآن میگه فویل للمصلین، هلاکت باد برای نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که از نماز خود غفلت می‌ورزند. نماز میخوانه به وقت نمیخوانه، به جماعت نمیخوانه. میگری که عذر مشروع داشته باشی جماعت از سر تو ساقط شود، در غیر صورت جماعت از جمله واجبات است، واجب است جماعت. کجا بودیم؟ علامه ها